ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی شیطان را نکنید. این شیطان هست، این شیطان است که من و شما را از خوردن حلال جلوگیری می کند، نمی گذارد که مال حلال، بلکه وسواس می کند و وسواس می آورد که من و شما مال حرام را به دست بیاوریم و آن را در ذهن و فکر و در خاطر و در وجود من و شما آن را مزین می کند و آراسته می کند و من و شما را مرتکب این مسئله می کند. الله تبارک و تعالی می گوید یک مسئله و یک کار شیطان همین هست که حرام را حلال می کند و حلال را در چشم شما حرام می کند. پس دنبال روی شیطان را نکنید، فریب شیطان را نخورید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، چرا که شیطان از برای شما دشمن آشکار هست. شیطان خیلی دشمن خطرناکی است. امروزه مسلمانان کمتر به مسئله شیطان فکر میکنند. همین که میفهمند شیطان هست میگویند شیطان چیزی بدی است، اما در مقابل شیطان تو چه کار کردی؟ آیا در مقابل شیطان ایستادیم من و شما؟ آیا در مقابل شیطان من و شما به حمایت از الله تبارک و تعالی و دین اسلام در مقابل او من و شما جهاد کردیم، مبارزه کردیم؟ شیطان را آیا من و شما روسیا کردیم یا اینکه شیطان را اطاعت کردیم و شیطان را بر خود رهبر و بر خود بزرگ گذاشتیم و دنبال روی کردیم؟ متاسفانه امروز مردم دنبال شیطان هستند و شیطان را هم نمیشناسند. ای برادر، ای مسلمان، تو اگر خدا را دوست داری، رب خود را دوست داری، خالقی که تو را روزی میدهد، نگهداشت تو و شب روز تو در دست اوست و صحت و سلامتی و مریضی تو به دست اوست و حاضرت و آخرت تو به دست اوست، خدایی که این همه انعام کرده، چقدر خدا را تو دوست داری؟ از شیطان دشمن خدا هست، چرا با دشمن خدا دوستی میکنی؟ چرا با دشمن خدا همراهی میکنی؟ چرا پیروی دشمن خدا را میکنی؟ خداوند تعالی میگوید که شیطان مواظب باشید ای انسان ها، تنها دشمن من هم نیست که دشمن شما هم هست. زمانی که الله تبارک و تعالی شیطان را دستور میدهد که ای شیطان آدم را سجده بکن، همه ملائکه سجده میکنند، شیطان سجده نمیکند. چرا سجده نمیکند؟ میگوید که من را از نور آفریدی و انسان را از خاک آفریدی، من از این بزرگتر هستم، من از این بهتر هستم، من بیایم به این سجده بکنم. الله تبارک و تعالی آن را از در خود میراند و آن را از بهشت بیرون میکند و در این دنیا میاندازد. شیطان آنجا در آیات قرآنی هست، در جای از این قرآن شیطان چه گفت؟ یا الله، من این بندگانی را که تو من را به خاطر آن از بهشت بیرون کردی و از مقام جایگاه من به خاطر این انسان من را تو بیرون کردی، من قسم یاد می کنم که اینها را من در آن دنیا گمراه می کنم و دنیا را و آرایش دنیا را در چشم اینها زینت می دهم و آرایش می دهم و اینها را از راه تو گمراه می کنم، همه انسان را از تو گمراه می کنم و منکر تو می کنم و خلاف توی خدا آنها را می کنم. در جای دیگر می گوید که من اینها را از در صراط المستقیم بر راه راست می ایستم و از راه راست اینها را من منحرف می کنم. این قسم شیطان هست، این آن چیزی هست که شیطان گفته. پس شیطان دشمن شما انسان ها هست، پس شیطان را پیروی نکنید. این که حلال نمی خورید پیروی شیطان هست، این که حرام میخورید پیروی شیطان هست، این که حلال را بر خود حرام میکنید پیروی شیطان هست. پس پیروی شیطان را نکنید که دشمن شما و دشمن آشکار هست و قرآن بیان میکند که دشمن آشکار هست. انما یأمرکم بالسوء، به درستی که این شیطان شما را به بدی شما را دستور میدهد. شیطان هیچ وقت انسان را به خوبی راهنمایی نمی کند، همیشه انسان را به بدی راهنمایی می کند. شیطان، کار شیطان وسوسه است. من و شما دو دشمن داریم، یکی شیطان هست
و یکی نفس هست. اگرچه بزرگان خطر نفس را از شیطان هم بیشتر گفتند که نفس انسان را به بدبختی میکشاند و وقت آن نیست همین شیطان را هم نفس آن به بدبختی کشانید. اسمش عزازیل بود. تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. این عزازیل تکبر کرد که انسان را سجده نکرد، خداوند تعالی را خار و ذلیل کرد در این دنیا و تا لعنت همه بندگان و لعنت خدا و همه انبیا و همه بندگان و همه اهل آسمان و زمین بر همین شیطان باد. و الله تبارک و تعالی شیطان را لعنت می کند. من و شما هم شیطان را هر وقت لعنت بگوییم. این دستور خدا هست که شیطان باید لعنت ورانده شده است، لعنت خدا بر او هست. این شیطان لعین به صورتهای مختلف وسوسه می کند، در قلب وسوسه می آورد. در حدیث هست که قلبی که ذکر نمی کند شیطان می آید در قلب او و از پشت، از طرف پشت نیش خود را وارد قلب او می کند، مثل پشه‌ای که داخل بدن انسان میشود و خون انسان را میمکد و بر اثر آن درد میاد. این شیطان در قلب من و شما وارد میکند و وسوسه میاندازد و انسان را وسوسه به گناه، وسوسه به بی‌نمازی، وسوسه به زنا، وسوسه به دروغ، وسوسه به غیبت، این وسوسه ها را می آورد و نفس هم که اصلاح نشده باشد آن را عملی میکند. این وقت است که انسان گمراه میشود. الله تبارک و تعالی میفرمایند انما یأمرکم بالسوء، آگاه باشید به تحقیق و به درستی که شیطان شما را امر میکند به سوء، به گناه، شما را به گناه امر میکند، به بدی ها و زشتی ها امر میکند. والفحشا، شما را شیطان به فحشا، به زناکاری امر میکند، به بی حیایی امر میکند. امروز چه وضعی در بین مسلمان ها هست؟ در بازارها میبینید اینها دختران مسلمان هستند، اینها از مادر و پدر مسلمان پیدا شده. این جوان معتاد، این جوان شرابخور، این جوان زناکار، این جوانی که ابروان خود را بر می دارد، این جوانی که خود را آرایش می کند. به خاطر چی؟ به خاطر فحشا. این به خاطر فحشا این همه اعمال را انجام می دهد. این شیطان هست که این را به فحشا کشیده. این همان شیطان هست که می گوید بندگان تو را از راه تو بیرا می کنم. امروز این جوان را بیرا کرده، امروز این دختر را بیرا کرده و به زنا و فساد و به انواع بی‌حجابی اینها را مبتلا کرده. همین هست یأمرکم بالسوء، به بدی شما را به گناه کردن دستور میدهد، والفحشا و به بی‌حیایی و رسوایی شما را این امر میکند. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، به شما را دستور میدهد که بگویید بر خدا آن چیزی را که شما نمیدانید، بر خدا دروغ ببندید، به نام خدا کارهای انجام بدهید و نسبت بکنید. و این شیطان هست و این شامل امروز و شامل حال من و شما هم می شود که اعمال خلاف شرع خود را، خلاف شریعت را به نام سنت و به نام احیای سنت بدعتها را به جای سنت بگذاریم و آن چیزی را نسبت به خدا و به دین خدا بکنیم که خدا نگفته، دین خدا نگفته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفته، آن را در بین مردم رواج بدهیم. چنانکه علماء یهود همین کار را کردند و در بین امت خود را به گمراهی و انحراف کشیدند. در بین مسلمان ها هم خدای تبارک و تعالی از همچنین افرادی که انسان ها را به نام خدا گمراه می کنند، به نام خدا انسان را به چاه می اندازند، خدا نجات بدهد همه امت را و اینها را هدایت بکند یا شرشان را کم بکند. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شیطان شما را باعث می کند و فریب می دهد که بر خدا ببندید و بگویید آن چیزی را که نمی دانید و از پیش خود حرامی را حلال بکنید و حلالی را حرام بکنید، همانطور که مشرکان کردند، همانطور که یهودیان کردند.